سلام، حسین رمضانی هستم. 6 ماه از 31 سال کمتر. موضوع این ویدیو از این قراره که ما بهمون یه الهامی شده چندین ساله که بیایم جلوی دوربین و ویدیو ضبط کنیم و همیشه به این فکر می‌کردیم که چه ویدیویی ضبط کنیم، ما چی داریم که بخوایم ضبط کنیم، چرا باید ضبط کنیم که چی بشه. و این باعث شده که ما چند سال اصلا شروع نکنیم ایده‌ای که بهمون الهام شده رو. و الان سومین قسمتیه که بعد از مدت‌ها ما به این نتیجه رسیدیم که بیایم شروع کنیم و بعداً ببینیم که چی خواهد شد، چه خواهد شد. پس در این لحظه که این ویدیو رو تماشا می‌کنین و من خودم هم اینجام، نمیدونیم که اصل ماجرا چیه. به نظر من دونه‌ای که کاشته میشه زیر خاک واقعا نمیدونه اصل ماجرا چیه. اصلا نمیدونه دونه چه نهالیه، چه درختیه. اصلا نمیدونه بیرون از خاک چه خبره. اصلا نمیدونه اکسیژن چیه. اصلا نمیدونه ساق و شاخه و برگ و درخت چیه. اصلا نمیدونه میوه چیه. اصلا نمیدونه آب، بارون و زندگی چیه. به نظر من ما توی سومین روز از اجرای این ایده که به نظر من مانند یه بذریه تو دل خاک، از هیچی خبر نداشتیم که قراره چقدر این برنامه گسترش پیدا کنه، قراره که چقدر با کیفیت بشه، قراره که چقدر آدم‌ها دوستش داشته باشن، قراره که چقدر حال خوب بده، قراره که چقدر بفهمیم که کی هستیم، قراره که چقدر تجربه کسب کنیم، قراره که چقدر لذت ببریم و مهمتر از همه قراره که چقدر به راز آفرینش خودمون که کی هستیم پی ببریم. و یک موضوع دیگه که خیلی مهمه، قراره که چقدر این بک‌گراندمون تغییر کنه. همچین احساسی دارم راجع به این کار و یه مطلب کوچیک برای آخر این قسمت، چون نمیخوام ویدیو برای شروع کار طولانی بشه. الان 3 دقیقه 4 دقیقه میگیریم، شاید یه روزی بشه 3 ساعت 4 ساعت سمینار بزرگ. به نظر من دونه‌ای که کاشته شده، نهالی که کاشته شده، یه قانون اینه که چون میخوایم بحث قانون تکامل رو خیلی جدی‌تر دنبال کنیم، به نظر من ضد قانون تکامل بحث مقایسه است. هیچ وقت یه دونه، یه نهال نباید خودش رو با یه درخت بالغ مقایسه کنه. مهمترین دلیلش اینه که اون درخت بالغ خیلی وقت پیشتر شروع کرده به رشد کردن. همین فاصله زمانی جلومونه. ما تازه استارت زدیم، تازه از صفر شروع کردیم به رشد کردن. پس اصلا نباید مقایسه کنیم خودمون رو با کسی، فقط باید به رشد کردن خودمون ادامه بدیم. شاید ما اصلا نهال سیب نباشیم، شاید ما نهال یه درخت دیگه باشیم، شاید هیچ وقت ما قرار نیست شبیه اون افراد دیگه توی زندگیمون بشیم، افراد دیگه توی دنیا بشیم. شاید قرار ما منحصر به فردترین آدم توی دنیای خودمون باشیم. امیدوارم که یه روزی توی این برنامه، توی این ویدیوهایی که ضبط میکنیم توی این کانال، بفهمیم که کی هستیم، از کجا اومدیم، قراره که به کجا بریم.